سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان گلم. امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه، تنتون سلامت و همیشه پایدار باشید. دوستان گلم، امروز من اومدم با یک رونیک بسیار قوی به درخواست شما عزیزان، رونیکی که برای قبولی در آزمون و امتحانات، حالا تحصیلی باشه یا هر چیز دیگه. خب بسیاری رونیک خیلی قویه، خیلی عالیه، با تمرکز عالی، با انرژی عالی. حتما انجام بدید که انشالله به زودی جواب بگیرید. دوستان عزیزم، ببینید این رونیکایی که کشیدم که الان توضیح میدم، میتونید روی کتاب یا جزوه امتحانیتون بکشید و بعد با تنفس خودتون شارژش کنید. خب یا اینکه میتونید روی 12 عدد کاغذ بدون خط بکشید و با شمع و نمک شارژ کنید و بعد بسوزونید. شارژ کردنش هم توی پست‌های قبلی خدمتتون توضیح دادم که چجوری باید با شمع و نمک شارژ کنید، که گفتیم نمک رو به حالت حلقه تو سینی میریزید و این 12 عدد کاغذی رو که نوشتید و تا میکنید و بعد از اینکه رسمتون رو کشیدید و تا کردید، کاغذ رو میذارید توی این وسط و شمعتون رو میذارید روش رو روشن میکنید و به مدت 20 دقیقه باید بمونه، به مدت 20 دقیقه. خب شارژ بشه. بعد از اینکه شارژ شد برمی‌دارید دونه به دونه همون کاغذها رو با همون شمعی که روشن کردید میسوزونید و به آب میریزید. آبم که گفتیم سینک ظرفشویی یا به قول آب روان میریزید. خب موقع رسم کردم فقط به درخواست خودتون تمرکز کنید. رنگ خودکارتون باید قلم قرمز رنگ باشه. فقط اگر خواستید در واقع روی کاغذ بکشید، یعنی رسم کنید، حتما می نویسید اسم خودتون، اسم مادرتون می نویسید. قبول شوم، موفق شوم در امتحان یا آزمون فلان، حالا یا کنکور باشه یا هر امتحان تحصیلی، کاری یا هر آزمونی دیگه که باشه، اینو حتما زیر این رونیکا حتما بنویسید. در ضمن طریقه کشیدنشو من کشیدم ولی برای شما توضیح میدم. همیشه هم گفتم سعی کنید شما یکم با سلیقه بکشید. اولین کاری که میکنید، میایید اول این رو میکشید که 2 تا ضرب در میکشید. بعد از اینکه این 2 تا ضرب در رو کشیدید، این 2 تا خط رو میکشید که به هم وصل میکنید به این ضرب در و بعد میایید اینا رو میکشید. اینا که میکشید یک کوچولوی خیلی کم نوکش به این، به قول بالا این بچسب، این یکی رونیک بچسبه. بازم همینجوری اینو میکشید. بعد از اینکه اینو رسم کردید میایید اینو میکشید، اینو رسم میکنید و بعد این یکی رونیک رو رسم میکنید. این همینجوری رسم میکنید. یه دونه اینجوری من قد دیگه کشیدم عادت. خب اینو میکشید و بعد این رونیک رو میکشید و بعد اینو میکشید. خب و بعد میاید پایین یه خط رو میکشید و بعد اینو میکشید و بعد یه دونه این نقطه‌ای که میبینید چون روی قبلا کشیدم روی کاغذ گذاشتم، به خاطر اینا نیازی نیست، شما فقط اینو رسم میکنید. در ضمن اینو چون من بزرگ میکشم که تو کلیپ بیفته، شما میتونید کوچیک‌ترش رو بکشید. اینو که کشیدید زیرش هم اسمتون و درخواستتون رو نوشتید. البته بازم میگم اگر خواستید روی کاغذ 12 عدد کاغذ بکشید اسمتون رو و اون خواستتون رو مینویسید، ولی اگر خواستید روی کتاب یا جزوه‌تون بکشید فقط این رونیکا رو میکشید و به قول ذهنتون تمرکز میکنید خواستتون رو موقعی که میکشید و با تنفستون این رو شارژش میکنید. رنگ خودکارتون هم که گفتم قرمز رنگ باشه. رونیک خیلی عالی و قویه، انجامش بدید. زیر پستا برام کامنت کنید نتیجه رو، انشالله که به زودی برگ برنده و قبولی در دستتون باشه و تو زیر این کامنت به قول پستا برام بنویسید که در چه موردی میخواید، در چه موردی کار رو میخواید، رونیک رو میخواید، طلسم رو میخواید، که انشالله در اون مورد تو پستای قبلی برای شما
انجام بدم و بفرستم. موفق و مایت باشید. خدایا رو نگهدار شما.